سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه فیسبوک و یوتیوب. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. و دیروز من یک چیز رو مشاهده کردم در شبکه اینترنتی. میخواستم که پیشکش شما هموطنان عزیز بگردونم. این که باشد قبر پدر شیخ تیمور است که در شهری وحدت یا که در ناحیه وحدت کدگی بودن. تقریبا یک 5 سال پیش میدونیم که پیش از انتخابات سال 2015 بود این کار و همین کار در شبکه اینترنتی در پیش من آمد و من میخواستم که همین نوار پیشکش هموطنا کنم، چون که در شبکه یوتیوب این نوار نیست و این نوار هم با یک شکل صفتی پست به نهایت پست است. برای شما هم کم ترک میمونیم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبتی خدمت. مقبره بوحشمد را بنیاد کردند. شیخ تیمور در یگان جا کار نمیکند، ولی به گفت متخصصان ساحه ساختمان تنها مبلغ مصالح ساختمان از قبیل سنگ و شغل، آهن و سمنت، مرمر سفید و دیگر نقش و آرایشات حداقل $300,000 نرخ دارد. این مبلغ از کجا پیدا شد؟ شیخ تیمور و مریدانش خشت بالای خشت گذاشتن نمیتوانند. کدام شرکت ساختمانی معاصر پنهانی این مقبره را ساخت که زیبایی و شهامتش از مقبره های شخصیت های بزرگ تاریخی هزارها مراتب چشم رستر است. ساکنان دهه چرتک شهر وحدت میگویند که تا زمان نشان دادن نمایش روایت شیخ تیمور دیدیم که شیخ تیمور برای پدرش یک مرکز کار کلان ساخته است، یعنی که خرافات پرستی یا که ظاهر پرستی. نمیدونم که این رژیم رحمانوف چی رو بالای مردم و چی میزند. و امروز ما میگردیم با قبر مادر رحمانوف. مادامی که پدر شیخ تیمور برای پدرش یا مرکز ساز کرد، یعنی اون خرافات پرستی کرد یا ظاهر پرستی کرد و ما میگردیم با قبر مادر رحمانوف. آیا این ظاهر پرستی نیست که رحمانوف قبر مادرش به چی صورت تبدیل داده است؟ و نوار را تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت. نوار رحمانوف دیدیم که در قبر مادرش یک با اصطلاح حاضره یک بستانسرای یا یک مرقدی با حشمت ساز کرده است. و یک چند ماه پیش ما یک نوار را دیدیم که در ولایت ختلان یک موسیقی در قبرستان زندگی میکرد و یک بلاگر تاجیک رفت و اون سفید نوار گرفت، یعنی زندگی اون سفید روی نوار گرفت، در شبکه یوتیوب نشر کرد و بعد نشر کردن اون ویدیو رولیک یا که همون نوار او جوان چکو کردن، فشارها اومدن بالاش، چی نمیدونم از وزارت کارهای داخله بود یا که از کمیته امنیت بود، و اون نفر فشارها اومدن. اون نفر چکو کرد، مجبور شد که همون ویدیویی که در قبرستان چکو کرده بود ثبت کرده بود همون سفیده و چکو کرد اون نفر همون ویدیو را از شبکه اینترنتی خودش
удалить کرد، یعنی گرفتشون ویدیو نوارا. و ما کمترک همون نوار موی سفید دسترس داریم در ارخیو خودمون و میتونیم که یک کمترکش پیشکشی شما هموطنامونیم و باقی صحبت باز هم ادامه خواهیم داد. گازشون بی اینا گازشون بی گاز از یک تاش گرفت زپرافکا زبون وقت هم خدا باور کنه که دیگه برادرم ما با خدا چیز گفتم آخر نمیدونم با خدا دیگه نمیدونم ما چی بگم همه قدر میگم که برای نمی اکا منجا مثال نمره تلفن میمونم مثال نمره کارتم کدوم چند قدر که میتونه خالص سالات در وقت می اکا یوردم یا اگر یگون خیر خوب پیدا میشه میگم من یگون کلتی خونهش میته یا که یگون جو یگون خونه میشه پدرکش میکنه مثال میته یگون اگر شیردیل باشه مثال با خدا ما خیلی بچه باور چی نکنه اجداد نمیکنم که دم خیلی جو زندگی میکنه این با حق یادمی تو نمیگیره برادر باورم کنین ده اکا به حق همه در موجوده حق که برادر موجود هواجان دام میکنین که مبلغ مردم حساب سعادت چون تا عمری دراز تا در کجای باشن در پناه خدا باشن خدا نگهبانش باشه زشگانشون و رحمت شایسته جنت گردانه خودشون در عمری دراز بتاو یکی با ما داد بگیره خدا سر بگرده الله اکبر باور کنین هواجان به خدا جو زندگی شما را خدا نامسه یکی اگر توای آدم پیدا شوه بگه که ما چند ماه کوارتیر پریود میتون 5 ماه 6 ماه دمی قرغن هم میشه مثل نکنه این دایی هول این خنم مثل اگر توی زمستون خنم راستی مثل چند مرتبه کپوشون تر میشه به خدا در بارانی باشم خوق برای میارم چی ای کار ماندگی هم برادرو مهاجر برف در ماندگی خلق تاجیک برادرو کدومی که میتونین همه بیاین میگه که من شخصا خیلی پیش همه اکا به ما شما را میگیرم میورم پیش نمی اکا میورم شما را پیش نمی اکا شما را میورم ببینه که در چی حالت است باور کنین تماشا کنیم مرقد پدر شیخ تیمور رو تماشا کردیم که چقدر با خشمت ساخته شده است و مرقد مادر رحمان فانی دیدیم که در قبرستان چقدر با خشمت ساخته شده است. پس سوال مطرح این است که مادامی که رحمانوف غمخوار است یعنی ظاهر پرستی نمیکند خرافات پرستی نمیکند مرحمت میتواند مثل همون مرقد پدر شیخ تیمور میتواند که مرقد مادر خودشم چکار کند از بین ببرند و همون مصفید حتی منم در همون کامنت ها نشر کرده بودم که مرحمت رفته در همون مقبره بیبی مریم میگه چیش میگه رفته در همونجا زندگی کنه بهترین جا است که هموطنای عزیز دیده نباره چقدر زیبا و خوش رو بود و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.